سلام، طاهری سفر هستم و با اخبار امروز سه شنبه 16 دکبر همراه شما. سӯҳроб قاسимов фармондеҳи собиқи гурӯҳи зудамали نیروهای وزارت امور داخلی تاجیکستان شب 15 دکبر درگذشت. گنرال و فرماندهی سابق زمان جنگ شهروندی سالهای طولانی از بیماری سرطان رنج می‌کشید و در احاطه خویشاوندانش جان داده است. مراسم جنازه سӯҳроб قاسимов نیمه اول روز سه شنبه در مسجد مرکزی پایتخت برگزار شد. سӯҳроб قاسимов را در زادگاهش و در آرامگاه دهه پدریش مزار یاخسو در دنقره به خاک سپردند. گنرال سӯҳроб قاسимов از فرماندهان بحث برانگیز زمان جنگ شهروندی در صف نیروهای حکومتی می‌جنگید و در آوردن امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان به قدرت سهم دارد. گروه از افراد مسلح سیاه‌پوش روز 16 دکبر به یک مکتب پاکستان در شهر پیشاور حمله کردند و بیشتر از 120 نفر را کشتند و اکثرا کودکان را. مسئولیت این حمله خونین را طالبان پاکستان بر دوش گرفتند و گفتند این حمله پاسخ به عملیات ارتشی پاکستان است که در وزیرستان شمالی برای محو تندروان پیش میبرد. ҳизби наҳзати исломии تاجیکستان فهرست نامزدهایش به انتخابات پارلمانی از حوزه یگانه جمهوریوی را اعلان کرد. در فهرست 28 نفر از جمله رئیس حزب محیدین کبیری و محمد جان و رقیه نوری فرزندان سید عبدالله نوری رئیس سابق حزب نهضت جا داده شدند. محیدین کبیری رئیس حزب ضمن سخنرانی در انجمن از مقامات خواست انتخابات را آزاد و عادلانه برگزار کنند و از طرفدارانش دعوت کرد که هنگام معرکه انتخاباتی فرهنگ سیاسی خوب نشان بدهند. پرزیدنت را در حالت دشوار نگذارند. وقتی که پرزیدنت گفت که به همه حزب‌ها شرایطی برابر در انتخابات داده شود و انتخابات شفاف و دموکراتیک برگزار شود، پیش از همه باید مسئولین این را انجام دهند. در انجمن حزب که روز 16 دکبر در دوشنبه صورت گرفت 500 وکیل شرکت کردند. حزب نهضت اسلامی با 40,000 اعضا بزرگترین حزب مخالف دولت در تاجیکستان به شمار می رود. و مقامات انتخاباتی و خبرنگاران در شهر دوشنبه مسئله های انعکاس درست کارزار انتخابات پارلمانی را بررسی کردند. در نشست با نام نقش مطبوعات در انعکاس انتخابات مجلس نمایندگان کمیسیون مرکزی انتخابات از خبرنگاران خواستند درباره روند انتخابات درست و بی‌طرفانه بنویسند. اخباری ستار رئیس اتحادیه خبرنگاران تاجیکستان و عضو کمیسیون گفت که خبرنگاران باید ضمن انعکاس روند آمادگی به انتخابات در جمهوری هوشیاری سیاسی را از دست ندهند و اطلاع صحیح و بی‌غرض را به جامعه برسانند. انتخابات وکیلان مجلس نمایندگان تاجیکستان روز 1 مارس سال آینده برگزار می شود. یک مادر تاجیک فرزندش را با گناه عضویت در سازمان تروریستی به 9 سال زندان محکوم کردند. از امامعلی رحمان رئیس جمهور و دادگاه عالی تقاضا دارد که پسرش را عفو کنند. دلیر ارگشوی 24 ساله و پسر موجوده ارگشوی ساکن شهر استراوشن را ماه ینور دادگاه خوجند همراه با 6 نفر دیگر با گناه ارتباط به جماعت انصارالله یک سازمان تروریستی به 9 سال زندان محکوم کرد. بچه‌های یوش اینا گمراه زده، اینا یگون کوری وزبینی کردگی هاشون نه، ولی اینا یگون هیچی نمیدن. یک بچه‌های ولی کودک با اینا بچه‌های یوش جوان. من همین احترامانه خواهش میکنم که همین دلی بچه که من از صوت اولی محترم صوت اولی جناب اولی امامعلی رحمان همین فرزند کمویا دیده برون همین مادرای مهم مادر کوبه یک یاردم هاشون رسونه. این گروه 7 نفره جوانان در استراوشن را با تأسیس گروه جنایی دعوت برای سرنگون کردن حکومت قانونی تاجیکستان گناهکار می‌دانند و میگویند که از آنها قصد داشته است به جنگ سوریه برود. ماهی پروران ناحیه عبدالرحمن جامی در ولایت خطلون میگویند سعی دارند که یک روز هر هفته روزی ماهی اعلان شود تا از این راه فروش ماهی در ولایت افزایش یابد. ماهیداران میگویند سعی دارند در این روز ماهی را با قیمتی پایینتر به مردم و رستوران ها بفروشند. در تاجیکستان در زمان شوروی سابق در تمام آشخانه ها روز جمعه غذاها از گوشت ماهی میفروختند، ولی حالا گوشت ماهی را مردم بسیار کم میخورند چون در بازار ماهی محلی بسیار گران است. در ناحیه عبدالرحمن جامی امسال در 100 هکتار حوض‌های نو برای ماهی پروری بنیاد کردند
و ویدیو کامل با گزارش‌های دیگر در وبسایت رادیو آزادی، در صفحه‌های ما در فیسبوک، توییتر و یوتیوب و هم صمیمه مخصوص رادیو آزادی برای تلفن‌های همراه.